سلام همه دوستان عزیزم. اینجا یکی از مرموزترین قبرستوناییه که توی ایران میشه دید. مکان سفید چاه سمت گلوگاه مازندران، مابین دامغان به جاده گلوگاه به شهر گلوگاه، و یک قبرستونی خیلی عجیب غریبه و قبرهایی داره که برمیگرده به 1000 سال پیش و یه سری اشخاص بزرگم میگن اینجا دفنن. و یه چیز خیلی خاصی که هست، حالا من یه چند تا از شکل و شمایل طرح سنگ قبر رو میگیرم براتون ببینین، واقعا عجیب و قشنگه. و یه چیز خیلی خیلی جالبی که واسه اینجا هست اینه که اجسادی که توی این قبرستونن از بین نمیرن، اون اجساد نمیپوسن و اونم به خاطر آهکیه که توی این خاک هست و رنگ خاکش هم این سفیده، سفید چاه. به خاطر آهک زیادی که این خاک داره میگن که اجساد بالا یا بیشتر میمونن یا کلا از بین نمیرن. اینم میگن به خاطر حالا اون چند باریه که حالا نمیدونم برای تعمیرات بوده چی بوده اومدن و قبر رو باز کردن. میبینید چه نشونه های عجیب غریبی. تاریخش 1320 اگه اشتباه نکنم. یه چند تا قبر دیگه داره، اونا نمیدونم جاش کجاست که میگن خیلی قدیمیه، برمیگرده برای 900 سال پیش. اینو بازار فکرم جدیدتره. حالا من چند تا از این طرح‌هایی که هست براتون میگیرم، حتما ببینین. دیگه هیچ اثری ازشون نیست. اصلا انگار تو خواب